بعد دیدن این ویدیو میگه رحمت بر پدر و مادرت که یه همچین استراتژی ساده و راحتی بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری بهمون یاد دادی. الان دیگه دارم فقط روی یک نماد معاملاتی ترید میزنم و حسابم و روزانه 4-5% رشد میدم. خوراک حسابای زیر $100 این استراتژی. فقط اگه نتیجه گرفتی منم دعا کن. بیا کامل بهت یاد بدم. میری چارتت رو میذاری روی نماد داو جونز، تایم فریم 5 دقیقه. میای ساعت 15:30 به وقت ایران، 15:30. این کندل 15:30 رو که دیدی از بالا و پایین سقف و کفش رو مشخص میکنی. از هر جایی که کلوز کرد وارد معامله میشی. الان این کندل به سمت بالا کلوز کرد، این کندل 15:30 رو، اینجا وارد معامله خرید میشی. استاپت رو میذاری پشت کندل قبل و یک ریوارد 2 رو به راحتی از مارکت میگیری. بیا مثال بعدی رو بهت بگم. به این مثال توجه کن که خیلی مهمه. این کندل 15:30 است. سقف و کفش رو مشخص میکنم. سقفش که مشخص میشه این کندل سقف من رو میزنه، اما قیمت برمیگرده و استاپ رو میزنه. اینجا باید چی کار بکنی؟ حواست باشه دوباره منتظر میشی قیمت سقف و کف رو بزنه. زمانی که کف من رو اینجا زد با این کندل، من میام وارد معامله میشم. اینجا وارد معامله میشم. استاپ هم رو کجا میذارم؟ استاپ هم رو میذارم 50% سقف و کف همین کندل 15:30 که تقریبا اینجا میشه. استاپ هم رو میذارم. یک ریوارد 2 رو دوباره به راحتی از مارکت میگیرم. اگه قلق‌های بیشتری از این استراتژی رو میخوای، فقط کافیه که بری داخل پیجم، هایلایت استراتژی رو ببینی، عضو کانالم بشی.